به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنه. کتاب متون تاریخی به زبان فارسی، نوشته عبدالحسین نوایی و توسط انتشارات سمت این کتاب منتشر شده. موضوع کتاب زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ایران و زبان فارسی هستش. این کتاب به بررسی و ارائه متون تاریخی فارسی می‌پردازد و با هدف آشنایی خوانندگان با منابع و متون تاریخی ایران به زبان فارسی تألیف شده است. مطالعه آن برای دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و تاریخ، علاقه‌مندان به متون تاریخی و پژوهشگران این حوزه مفید است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. شرایطی برای من پیش اومده بود که نمیتونستم پادکست ضبط کنم و بعد از این تأخیر کوتاه با کتاب‌های زیبا و جذاب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. لطفاً با من همراه باشید تا کتاب‌های زیاد دیگری رو برای شما معرفی کنم و قسمت‌هایش رو بخونم. اما متون تاریخی به زبان فارسی کتابی است گردآورنده عبدالحسین نوایی که در سال 1301 تا 1383 هجری خورشیدی که به معرفی 64 کتاب تاریخی به زبان فارسی می‌پردازد. این کتاب‌ها از سده 4 تا 13 هجری اند و نمونه‌ای از هر یک از آنها آورده شده است. این کتاب بخش‌هایی از 64 متن مهم تاریخی که پس از اسلام تا پایان پادشاهی قاجار به زبان فارسی تألیف شده است را در خود گنجانده است. در این کتاب ابتدا توضیح مختصری حدود 1 صفحه درباره کتاب تاریخی مورد نظر آورده شده است و سپس بخشی از آن کتاب تاریخ در حدود 3 صفحه آورده شده است. در حقیقت این کتاب شامل معرفی و نمونه‌هایی از مهمترین کتاب‌های تاریخی به زبان فارسی است. نخستین کتاب تاریخی معرفی شده تاریخ بلعمی متعلق به سده 4 هجری است که بخش تمامی حدیث انوشیروان عادل و حوادث روزگار وی از آن برگزیده شده است. آخرین متن معرفی شده نیز کتاب تاریخ بیداری ایرانیان متعلق به اواخر سده 13 خورشیدی است که بخش صورت عهدنامه بریگاد قزاق از آن آورده شده است. کتاب متون تاریخی به زبان فارسی 276 صفحه دارد و گردآوری آن در سال 1375 پایان پذیرفته است و توسط سازمان سمت چاپ شده است. اما فهرست کتاب‌هایی که در این کتاب آورده شده من چند تایش رو برای شما بخونم، ولی چون تعداد 64 کتاب هستش خیلی زیاده و همه رو تا انتها برای شما نمیخونم. تاریخ بلعمی، تمامی حدیث انوشیروان عادل و حوادث روزگار وی. زین الاخبار یا زین الاخبار مال کیکشسار ابن کی لهراس ابو مسلم عبدالرحمن ابن مسلم. تاریخ سیستان، رفتن یعقوب به هرات و گرفتن حریر. تاریخ بیهقی، ذکر بردار کردن امیر حسنک وزیر. تاریخ بخارا، ذکر بنای مسجد جامع، ذکر نمازگاه در عید. سلجوقنامه ظهیری، فروختن وزیر احمد ابن نظام الملک را به امیر سید هاشم علوی همدانی. کشتار و غارت غزان در خراسان. آغاز ذیل سلجوقنامه ظهیری نیشابوری. کتاب بعدی عقدالعلی الموقوف الاعلی، در ذکر عدل و ثواب منصفان و حکایت عادلان، در ذکر دولت آل سلجوق و ایام فترت ملک کرمان. کتاب بعدی راحت الصدور و آیت السرور هستش، ذکر سلطان
ارسلان ابن طغرل. کتاب بعدی تاریخ الوزراء هستش، وزارت قوام الدین درگزینی و شمس الملک ابن خواجه نظام الملک طوسی. کتاب بعدی ترجمه تاریخ یمینی هستش که ذکر قحطی که به نیسابور افتاد. کتاب بعدی تاریخ طبرستان هستش که نامه تنصر یا تنصر رو توضیح داده. کتاب بعدی طبقات ناصری هستش، حکایت سفر مؤلف کتاب به کوهستان یا قهستان و وبای اهل ارگ سیستان. کتاب بعدی نفست المستور هستش که در آغاز کتابش رو برای معرفی آورده و کتاب بعدی سیرت جلال الدین منکربنی هستش که ذکر شدایدی که سلطان کشید تا آنگه که در جزیره بحر قلزم وفات کرد. کتاب بعدی جهانگشای جوینی هستش که ذکر خروج تارابی رو توضیح میده. کتاب بعدی تاریخ وصاف هستش که حسبت السلطانی رو توضیح میده. کتاب بعدی تاریخ طبرستان و رویان و مازندران هستش که آغاز کار سید قوام الدین مرعشی هستش که من این کتاب رو در پادکست برای شما خوندم. کتاب بعدی جامع التواریخ هستش که دعوت اسماعیلیه، حکایت وضع چاب نامبارک و قللها که بدان سبب در ممالک ظاهر شد. حکایت 36 در باب ترتیب فرمودن عوامل در تمامت ممالک. و کتاب‌های زیادی هستش که من دیگه برای شما نمیخونم چون که از بحث این پادکست خارج میشه. اما یکی از دلایلی که من این کتاب رو برای شما خوندم به خاطر اعدام‌هایی هستش که در این چند روزه در ایران انجام شده و همه چیز بر طبق آسترولوژی و مجیک و جادو داره جلو میره و در این کتاب در متون تاریخی به زبان فارسی آقای عبدالحسین نوایی در مورد مجیک و جادو آنچه که حاکمان ازش استفاده میکنن توضیحات مختصری رو آورده. البته چون متن کتاب تاریخی بسیار سخت هستش من گوشه ای از این متن رو برای شما میخونم و اگر علاقه‌مند هستید میتونید کتاب رو تهیه کنید و خودتون تا انتها بخونید. اما حقیقت داره، همه چیز انرژی، جادو و مجیک در آسترولوژی واقعیت داره و اکثر حاکمان و قدرتمندان منجم‌های بزرگی دارند. دقیقاً روزهای گر و پورنیما مخصوص انجام مجیک آسترولوژی هستش. روزهای گر و پورنیما روزهایی هستش که سیاره مشتری یا هرمز در قلب خورشید هستش و میگن که به اصطلاح مشتری یا هرمز آشنا شده و سوخته و البته بسیار روزهایی هستش که شما هر خواسته ای که از آسمان ها و کائنات داشته باشید میتونید به راحتی بهش دسترسی پیدا کنید. خواسته هاتون رو به صورت علنی به کائنات اعلام کنید و قطعاً از سمت پروردگار کائنات پاسخ داده خواهد شد. لطفاً این متن کوتاه رو که از کتاب برای شما انتخاب کردم با من گوش بدید. چون در این سال منجمان تلاش کردند که آثار کواکب و قرانات علوی و سفلا دلالت بر افتا و اعدام شخصی عظیم القدر از منسوبان آفتاب که مخصوص سلاطین است می کند و محتمل است که در بلاد ایران باشد و از زایجه طالع همایون استخراج نموده بودند که تربیع نحسین در خاطع طالع واقع شده. اختر طالع در حضیض زوال و وبال است و مولانا جلال الدین محمد منجم یزدی که در این فن شریف سرآمد زمان و در استدلالات احکام نجومی مقدم قران است. آن نحوست را بدین تدبیر دفع نمود که حضرت اعلی در آن 3 روز که معظم تأثیر قران و تربیع نحسین است خود را از سلطنت و پادشاهی خلق نموده. شخصی از مجرمان را که قتل بر او واجب شده باشد به پادشاهی منصوب سازند و در آن 3 روز سپاهی و رعیت مطیع فرمان او باشند که ما
صدق امر پادشاهی از او به فعل آید و بعد از 3 روز آن مجرم را به شحنه نحس اکبر قران و جلاد حادثه دوران سپارند. منظور از این 3 روز همین 3 روزی هستش که مشتری در دل خورشید آشنا شده و به روزهای پورنیما شهرت داره. امیدوارم که از همین تیکه کوچکی که برای شما انتخاب کرده بودم لذت برده باشید و مطمئن باشید و متوجه شده باشید که چقدر ماجیک و آسترولوژی در حکومت و پادشاهی تأثیر و نقش مهمی داره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.